اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وقتی موضوع یک بحثی خیلی مهم میشه به درجه اهمیتی که خدا براش پیامبر مبعوث میکنه که قبلا اشاره کردم، طبیعیه که حساسیت ما بیشتر میشه. کلی فکر کردیم که محضر چه استادی باشیم و راجع به این موضوع مهم، خیلی مهم، ازشون بشنویم و یاد بگیریم. هرچی فکر کردیم دیدیم چه کسی بهتر از آیت الله تحریری عزیز، گرانقدر و نازنین، که ازشون دعوت بکنیم و از محضرشون بیاموزیم. ایشان قبول دعوت و زحمت کردن، قدم به چشم من گذاشتن و الان محضرشون هستیم با کمال افتخار. آقا سلام، خیر مقدم. چقدر خوشحالم شما رو زیارت میکنم. منم همچنین محبت دارید. خوشحالم از زیارتتون. مخلص شما هستیم. من ضمن از سلام خدمت حضرت عالی و علیکم و رحمت بینندگان عزیز، موفقیت همه رو در مسیر تخلق به اخلاق الهی و اهل بیت علیهم السلام از خدا متعال خواهان هستیم. الهی ما هم البته لایق نیستیم برای این عناوین، اما به هر حال وظیفه است در این موقعیت که بتوانیم گوشه ای از معارف اخلاقی قرآن و سنت رو انشالله مطرح بکنیم و انشالله فضای مملکت ما الحمدلله فضای معنوی است. بیشتر باید برای معنوی تر باشه در ابعاد گوناگون و همه ما در همه عرصه ها و همه اقشار با این مسئله بر ما نیازمند هستیم. خیلی خوب. خیلی خوب. تذکر است، هم تذکر و هم به نوعی یادگیریه که یعلمهم و یزکیهم. بله خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه که این تذکر و یادآوری رو فرمودید ابتدای امر. به نظر موضوع اخلاق موضوع لطیفیه، به خاطر همینم که اینقدر مهم بوده خدا وجود نازنین و لطیف و مهربان پیامبر رو انتخاب کردن برای این. و برای هر کس هم که میخواد از اخلاق بگه باید این ویژگی رو داشته باشه. الحمدلله که خدا قسمت کرد ما محضر شما هستیم و من خیلی خوشحالم از اینکه میتونم راجع به این موضوع از شما یاد بگیرم و بشنوم بدون اغراق. خب حاج آقای تحریری عزیز قبل برنامه فرمودن به من که من میخوام راجع به کلیات اخلاق فعلا جلسه اول، منطقی هم همینطور است. یه سوال تو ذهن من هست، ابتدای این کلیات، وسطش، آخرش، هر جا صلاح دونستین، اخلاق یعنی چی؟ چون تعریف‌های مختلف از اخلاق شده. دلم میخواد بدونم تعریف شما از اخلاق. هر موصل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انک لعلی خلق عظیم. در قرآن کریم برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فضائل گوناگونی بیان شده است. از مقامات به حال معنوی که همه این به حال مقامات به نوعی در این آیه شریفه خلاصه میشه. یعنی خدای متعال در این آیه یک به حال به نوعی کپسولی از فضائل بیشمار نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو با تأکیداتی، ان خودش تأکید جمله اسمیه و لعلا، این لام خلاصه آمده بر سر خبر. خلق هم جمع اخلاق. بله. و عظیم هم خودش دیگه هم لفظش عظیمه و هم نکره است، هم تلنگری توش داره. خود نکره در زبان عربی وقتی صفت یک لفظ دیگری اون هم نکره می شود یعنی خیلی عظمت رو بیان میکنه که این خب راهنموده که ما بریم سراغ این اخلاق عظیم که چیه. البته در روایات اجمالاً ائمه علیهم السلام فرمودند که خدای متعال پیامبرش صلوات الله علیه و آله رو بر محبتش تأدیب کرد، یعنی مؤدب شد
به محبت الهی. بعد از اینکه مؤدب شد به ادب الهی و محبت الهی، خود متعال این آیه رو نازل کرد و فرمود انک لعلی خلق عظیم. خب محبت خاصگاهش اونجایی است که یک رابطه جذب و انجذابی بین محب و محبوب، از اون نظر که محبوب دارای کمالیه باشه. این فرمایش امام صادق علیه السلام این گونه باید معنا بشه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله در حال دست پرورده خاص خداست. این دست پروردگی اقتضا میکنه این که متصف بشه به صفات الهی، صفات به هر حال محبوبش رو دارا بشه تا خدای متعال او رو انتخابش بکنه بر این جایگاه که انک لعلی خلق عظیم. از این نظر می‌بینیم که غایت رسالتش رو هم در چند آیه تزکیه بیان کرده. درست. یعنی پاک کردن از آلودگی‌های گوناگون، حالا فکری، اعتقادی و مخصوصاً آلودگی‌های اخلاقی و اوصاف نفسانی و رفتار گوناگون انسان در حیطه‌های مختلف. خب از اینجا اون سوالی که فرمودید رو یک اشاره‌ای می‌کنم که در روایات ما اخلاق دو نوع کاربرد داره. حسن خلق دو نوع کاربرد داره. یک کاربرد اختصاصی که معناش خوش برخورد بودن با دیگرانه، که گاهی ما به حال خندان بودن شخص یا روی باز مثل روی حضرت علی اختیار داری به هر حال تعریف میکنی که این البته چیز خوبیه که فرمودن انسان سعی کنه که یک چنین روی در برخوردهای با دیگران داشته باشه که به هر حال ارتباطش تنفر آور نباشه. حتی مصداق انفاق و احسان هم اومده تو روایت میگه شما که نمیتونید از مال خودتون همه رو بهره مند کنید، حداقل یه روی گشاده احسن. این همون معنای خاص حسن خلقه. منتها روایات دیگر حسن خلق و اخلاق رو خیلی وسیع‌تر معنا کردن. لذا علمای ما هم در بحث‌های علمی که در ابتدای کتاباشون، مخصوصاً این علمای اخیر متأخرین بحث میکنن، مثل آیت الله مصباح یا شهید مطهری در بعضی از کتاب‌ها دو جور کاربرد برای اخلاق مطرح کردن. یک کاربرد به رفتار مناسب مطرح کردن، اخلاق، که حالا یه اخلاق نیکو تقسیم میشه به اخلاق نیکو و اخلاق زشت که در رفتار نمایش پیدا میکنه، در گفتن، در شنیدن، در هر حال روابط کاری با دیگران. درست. دوم صفات نفسانی رو به هر حال اطلاق کردن که به صفات نفسانی اخلاق گفته میشه، که ما مثلا ملاحظه میکنیم کاربرد وسیع روایات ما بیشتر تو صفات نفسانیه. بله، که حالا نوعاً هم در صفات نفسانی خوب به هر حال مطرح کردن. حالا برای تیمم و تبرک یک روایت رو میخوانم که امام صادق صلوات الله علیه و آله فرمود، در همین راستاست. خیلی روایت متقابل توضیح هست، باید اجزایش توضیح داده بشه، اما چون تو این راستاست کلیت مباحث رو با نبی اکرم صلی الله علیه و آله ما شروع کردیم که باید هم شروع بکنیم،
لذا امام صادق علیه السلام تو این روایت هم به همین صورت با رئیس مکتب شروع کردیم، حالا رئیس مذهب. بله ان الله تبارک و تعالی خص رسول الله صلی الله علیه و سلم به مکارم الاخلاق. خدای متعال مخصوص گردانیده رسول خدا صلی الله علیه و به مکرمه های اخلاقی، یعنی اخلاق گرامی. بعد فرمود فامتحنوا انفسکم، شما خودتون رو امتحان بکنید ببینیم که چقدر ما پیرو این پیامبر رحمت هستیم که فرمود اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. که اینا خب یه دیدهای معرفتی هم به ما میدهند همینطوره که مسئله رحمت یک به هر حال صفت خاص خدای متعال است که در حیطه وجودی انسان عمدتاً ظهور و بروز داره و لازمش این است که اون چرا که انسان در کمالش نیاز داره اون رو اعطا میکنه. بله. بعد فرمود که فإن کانت فیکم، اگه در شما بود فحمد الله عز وجل، خدا رو حمد کنید و به همینجا توقف هم نکنید. ورغبوا الیه فی الزیاده، رغبت و تمایل پیدا بکنید به خدا در زیاده این صفات. خیلی تعبیرات عجیبیه. بله. میخوام بفهمم که این صفات الهیه، این صفاتی است که ما رو با خدا مرتبط میکنه. اون رفتار که اگه معنای وسیع اخلاق رو بگیم یا صفات که ما رو با خدا مرتبط میکنه یا ملتزم میکنه به دستورات الهی، یا صفات الهی رو در ما منعکس میکنه، متصف میکنه، این ارتباط با خداست. فرغبوا الیه. لذا این انک لعلی خلق عظیم هم در همین راستاست که این پیامبر بزرگوار یک ربط خاصی با ذات اقدس الهی پیدا کرده، در محبت الهی غرق شده. لذا خدا او رو اینگونه داره توصیف میکنه که چیزی کم نداره این بنده ما، هر چی میخواید همینجاست. پس مقدمات اخلاق اولش ارتباط با خداست. بله بله. این پیش نیاز یا این پیش زمینه باید باشه تا ما متصف بشیم به اون اوصاف نیکو و حسنه که فرمودید. در واقع این مبنا رو به ما در نظام اخلاقی اسلام میده که مبنای اخلاق اسلامی ارتباط با خدای متعال در شؤون گوناگون زندگی است. حالا یا ارتباط فکری که یه قالب خاصی داره، اون قالب خاصش در یه صفاتی تعریف شده که حالا اونجا باید اونجا مطرح بشه، و یک قالب حالات نفسانی داره در روابط مختلف. اون حالات نفسانی به نوعی اون جنبه وسطی انسان رو تشکیل میده، عواطف انسان که کنش‌های انسان رو تعریف میکنه. کردار به این افعال که ظهور داره گفته میشه. همه اینها برای تحت ارتباط با خداست که مطرح میشه. پس یعنی ما یه سوال بپرسم، یه فاصله بگیریم، برگردیم، بعد پاسخ شما مطرح. میتونیم نتیجه، یعنی خیلی وقت ما از معلول پی به علت میبریم. اگر دیدیم یه آدمی خیلی خوش اخلاقه، تو دلبره، دلنشینه، به قول امروزی آدم همش دلش میخواد پیشش باشه، این نشون میده که این آدم ارتباطش با خدا خیلی قویه. نکنید دیدگاه بعد از این فرصت پاسخ بدیم. مردم هم ذره روش فکر بکنن، برگردیم بعد پاسخش شما بشنویم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خدا من و شما رو دوست داشته که ما الان مسلمانیم. پیامبرمون عزیزی است که دارای خلق عظیمه. ما درباره کی داریم چنین عباراتی رو درباره اوصافشون که در کلمات الهی آمده باشه؟
این یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که خدا به ما داده، ان شاءالله قدردانش باشیم. به نظرم همین این میگن شکر نعمت، به اینی که نعمت رو درست در مسیر درست استفاده کنی. همین اتفاق که الان ما محضر استاد تحریری هستیم و داریم کلمات ایشان رو از محضر ایشان یاد میگیریم، کلمات پیامبر رو و قرآن کریم رو، همین مصداقش میتونه باشه. خب من یه سوالی پرسیدم از رای تحریری که آیا آدمای خوش اخلاق ما می‌بینیم میتونیم از این معلول پی به این نتیجه ببریم که در واقع این آدم ارتباطش با خدا قویه که الان یه مقداری بعد این سوال رو بازش کرد. بفرمایید. از دیدگاه اسلام باز این جوابی که عرض میکنم بیانگر این است که اخلاق نزد خدای متعال و اولیاش اهمیت داره. از هر کس که باشه، با هر طرز تفکری که نشون بده. منتها چون انسان یک حقیقت زندگی بی‌نهایت داره و یک حقیقت گسترده داره، اون سعادت واقعی انسان این است که صفاتی هم که اگر خوب یا اعمال خوبی هم که داره پیوند با اون اعتقادات خوبش داشته باشه که همون توحیده، که همون ارتباط با دین الهی است، با اولیاء الهی است. این یه مقدمه. اون جواب این میشه که خود این صفات مطلوبه و ممدوحه و برای عده‌ای زمینه، برای اگر اون پشتوانه‌های فکری و اعتقادی نداشته باشن، زمینه برای نجاتشون میشه. بنابراین به این صورت رابطه علی و معلولی نیست که اگر یک صفت خوبی داشت پس بگیم این ارتباط با خدا داره. درست. نه، همینش غنیمته، همینش خوبه که هم خودش به نوعی خوبی رو داره و به نوعی این خوبی رو در همین حد سرایت میده به دیگری. همسایش، همسرش، فرزندش، اونا که با او مرتبط میشن آرامشی دارن از این جهت. وقتی که اما اینکه حالا این واقعا سعادت ابدی رو داشته باشه، اینو باید دید که پشتوانه این اخلاقش چیه؟ آیا ایمان به خداست؟ میخواد به حال چون خدا دوست داره و این اعتقادو داره خوبه و این حسن خلق به هر حال ما رو در عالم دیگر یک سعی روحی میده. صفات نفسانی این چنینه. این بینش ها رو اگر نداشته باشه این تا همین حد خوبه و به ما فرمودن به همین مقدار ما از او تعریف بکنیم. اسلام این رو خواسته، قدر بدن. نمونه هاشون رو تو به هر حال اسلام و در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میبینیم. یه چند نفر بر علیه اسلام قیام کرده بودن، مبارزه و اینا مستحق عقوبت بودن. بله. عقوبت شدن. یکیشون موند که میخواست اجرای حد بشه برش. جبرئیل نازل شد که حد بر این جاری نکن، چون این 2-3 تا صفت خوب داره. مهمان دوسته و به هر حال ارتباط خوبه. خب این رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله به این شخص سوال کرد خب چرا منو ملحقم نکردی به رفیقام؟ سوالم داره دیگه. حضرت فرمود الان جبرئیل عنایه خدای من نازل شد که فرمود که دست بردار، این یه صفت خوبی داره، یا به خاطر اون صفتش مثلا قتل کشته نشه، حالا ممکنه مجازات های دیگه ای بشه. اینجا منقلب شد. از کدام اینا زمینه‌ای میشه برای اینکه شخص هدایت بشه. عجب خدای شما از منی که در برابرش ایستادم این صفتمو خوشش میاد، به خاطر این همونجا مسلمان میشه. و ظاهرا میره قوم و خویشش هم مسلمان میکنه. مثلا خیلی از غیر مسلمان ها اینجوری از اخلاق خوش پیامبر و امیرالمومنین و اهل بیت اومدن مستحضر اسلام. گاهی یک صفت کوچک خوب باعث به هر حال انقلاب درونی شخص میشه. باز قضیه دیگه از علی علیه السلام هست که
یه آره، همراهی داشتن می همسفر. آمدن، همسفر. شخص حضرت رو نمیشناخت. به کوفه که رسیدن حضرت پشت سرش یه مقداری قدم برداشت. در بین راه خب حضرت دعوشون که سوال میکنن تو کجا میری و اینها، و او هم سوال کرده بود، میدونست که حضرت کوفه میره. تعجب کرد شما میخواستی کوفه بری چرا میایی؟ ایشون فرمود در دین ما این به هر حال ممدوح سفارش شده که با کسی که هم سفر بودی خواستی جدا بشی 2-3 قدم مشایعتش رفیق نیمه راه نمیشیم. بله، یه مقداری به او احترام بذار. اینجا منقلب میشه عجب اینقدر به این نکات دقیق به هر حال دین شما، نبی شما صلوات الله علیه و آله عنایت داره، اونجا مسلمان میشه. مسلمان هم نبوده. به هر حال این توصیفات همش به خاطر اینه که فرمود تو این روایت امام موسی علیه السلام اگر این صفاتو داشتید خدا رو حمد کنید و در زیاد کردنش تمایل به خدا داشته باشید. یعنی هرچه ما در جهت اوصاف اتصاف به اوصاف خوب حرکت بکنیم، هم اون به هر حال سعی وجودی پیدا میکنیم، اون انسانیت انسان، مخصوصا اگه ارتباط با اون بینش هامون داشته باشه که دیگه انسان دیگه یک انسان موحد مؤمن داره صفات الهی رو یعنی اون اخلاقی که مورد توصیه و سفارش و خیلی دیگه در اوج اونیه که برخواسته از بله محبت و معرفت الهی و این ارتباط رو داشته باشیم. لذا ما خیلی به هر حال تعبیرات زیادی ملاحظه میکنیم، عناوین مختلفی برای این خوبان در قرآن آمده، همش به جهت اون ارتباط این خوبان است با خدای متعال، مثل تقوا، مثل محسن و همینطور شاکر و امثال اینا که از اوصاف حمیده هست. اینها به جهت اون ارتباطهای گوناگون انسان است با خدای متعال و حالا ارتباط عبودی در مرحله اول که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اول ادب مع الله رو هر حال مراعات کردن، بعد ادب با دیگران رو که این بیانات آمده. خیلی ممنونم استاد تحریری عزیز. به نظرم جلسه اول جلسه خیلی پر محتوا و پرمایه‌ای بود. بحث‌های اساسی و ریشه‌ای مطرح شد، درباره اخلاق استفاده کردیم و فرصت برنامه هم تمام شد. من اشتیاق خیلی پیدا کردم اون حدیث امام صادق کامل بشه. انشالله تو جلسات بعدی صلاح تونستین اون خصلت‌ها رو دوست داریم یاد بگیریم، اگر در ما نیست بتونیم که ایجاد بکنیم، اگر هم هست تقویت بکنیم. عواملی ندارین؟ انشالله که موفق باشین. خدای متعال همه ما رو توفیق عنایت بفرماید که هم درست بگیم، هم درست بفهمیم و بالاتر این که اونها رو به کار ببریم. زنده باشین. اون اولیه که مستجابه، شما درست میگین، خدا کنه ما درست بگیریم مطلب و درست بتونیم به کار بگیریم. الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنونم، استفاده کردم. ممنون از شما که تا پایان برنامه خودتون تماشا کردید. اظهار نظر یادتون نره به سر 62 روابط عمومی سازمان، خیلی مهمتره اونجا. نقد، پیشنهاد، انتقاد، هر چی دوست دارید اونجا میتونید مطرح بفرمایید و ما روی چشم و قلب برعکس گفتم میگذاریم و با جون دل حتما سعی می‌کنیم لحاظ بکنیم توی برنامه. التماس دعا یا حق. خداحافظ.